خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. در استودیو با شما مرتبه رحمان و کارگردان اسماعیل جان خالف. حالا در برنامه امروزه ما تماشا کنید. بخشیده به روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت عاقل کمال از خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان و قسم حربی 05170 شهر پنجکند دیدن نمودند. گزارش اولین پیغام در این باره. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت عاقل کمال از خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان دیدن نموده باشندگان این مؤسسه اجتماعی را از نام رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با مناسبت روز کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نمودند. آنها اظهار داشتند که در اساس دستور و سپارش‌ها و غمخواری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیرانسالان و معیوبان تحت حمایت و دستگیری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند. از تشکیل و برگزاری چهاربینی ایدانه راهبریت و باشندگان خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان عرضی سپاس کردند. بخشیده به 27مین سالگرد کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با همراهی نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت عاقل کمال به قسم نظامی 05170 تشریف آورده نخست با شرایط مادی و معیشی افسران و سربازان شناس گردیدند. هیئت قماندانی این قسم نظامی اظهار داشتند که در انبارها ذخیره بسنده مواد خوراک موجود است و با مقصد تامین آب پایگاه آبکشی قسم حربی پس از نوسازی مورد استفاده قرار داده شد. در این قسم حربی طبق مقررات نظامی مراسم سوگندیادکنی نوسکران دایر گردید. هیئت افسران و سربازان قسم نظامی را با مناسبت 27 سالگی قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و نماینده والدان سربازان تبریک و مبارکباد نموده با آنها در راه حفظ وطن و خدمت صادقانه کامیابی ها آرزو نمودند. وطن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامان تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم. گزارش صبرین اکرم و وشو حسین صالحов. هر سال سنه 10 نوامبر روز ملی تاجیک با تنتنه‌های خاطرمان تجلیل می‌گردد. گزارش خبرنگاران ما از برگزاری مجلس تنتنوی و برنامه فرهنگی بخشیده به روز ملی تاجیک توجه نمایید. با مقصد ارج گذاشتن به خدمت‌های ارزنده سهم نظر است در تامین نگهداری ترتیبات جمعیتی، پیشگیری جنایت و جنایتکاری، داشتن معلومات بلند در اجرای وظیفه‌های خدمتی و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های سیاسی و جمعیتی همه ساله در جمهوری تاجیکستان سنه 10 نوامبر همچون روز کارمندان میلیسیا تجلیل می‌گردد. بخشیده به این سنه در کاخ لایق شهر پنجکند نیز در قطار دیگر شهر و نواحی کشور چاره‌بینی با شکوه دایر گردید. چاره‌بینی ایدانه با صدا دادن سرود ملی افتتاح یافت. سپس سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند پالکونیک میلیسیا انورزاده شهرت سخن نموده حاضرین را به روز کارمندان میلیسیا مبارکباد نموده و از تاریخ تشکیل شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند یادآور شد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در همایش اشتراک و سخنرانی نموده کارمندان میلیسیا را مردان شجاع و حامیان وطن خوانده و کل کارمندان و سابقه‌داران مقامات کارهای داخلی شهر را صمیمانه با روز عیدشان شادباش گفته به ایشان موفقیت‌های بی‌نظیر تمنا نمود. بعداً
چندی از سابقه‌داران نیز سخن نموده از پیشروی و شکوفایی وطن گفتند. پس آن در وضعیتی تنتنوی به یک قطار کارمندان شعبه و سابقه‌داران مقامات کارهای داخلی برای خدمت‌های صافدلانه و صادقانه ظاهر نمودن ملکه بلند کسبی در حفظ ترتیبات جمعیتی، ثبات و آرامی جامعه، ولایت قانون و پیشگیری و آشکار نمودن جنایتکاری رتبه نوبتی و افتخارنامه‌های وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند تقدیم کرده شد. در خاتمه چاربینی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکند با برنامه فرهنگی و فراغتی خاطر اشتراکچیان را بولیده نمودند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف، نیک محمد میرجانوف و اسماعیل جان خالوف. از روی تجربه و تحقیقات‌های متخصصان ساحه تندرستی، استعمال غذای سالم برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس عامل مهم به حساب می‌رود. گزارش نوبتی برنامه پیغام در این باره. از ماه نوامبر سال 2019 تا به امروز خروج و پنجشنبه و موج‌های نوی بیماری سرطانی کرونا ویروس کشورهای جهان را به تشویش و اضطراب و صدها خانواده‌ها را به غم و اندوه روبرو نمود. متاسفانه بعضی متخصصان درباره خروج این بیماری هر گونه پیشنهادات خویش را ابراز نمودند. از طرف دیگر متخصصان اظهار می‌دارند که غذای سالم می‌تواند برای پیشگیری بیماری کووید 19 همه‌طرفه مساعدت نماید. شهر و دهات پنجکند در مقایسه با شهرهای مرکزی تاجیکستان در یک منطقه از جهت محیط زیست خیلی خوش آب و هوا جایگیر بوده. محصولات کشاورزی آن واقعا برای سلامتی همه‌طرفه فایده آور می باشد. ضمن صحبت ما با ساکنان شهر و دهات پنجکند، تاجران و همزمان طبیبان نیز همصحبت شدیم. آنها بار دیگر اظهار داشتند که واقعا غذای سالم برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس همه‌طرفه مساعدت میکند. بیردی دوران قول از دهه جام چشمه. چند در اومدی؟ من حاضر سال تولدم 42. یعنی قریب 80 با. ها یکم 80 با. 80 با. من همین غذای سالم در دهه شما مردم چی میخورند؟ همون چیزی که خداشون استحصال میکنن طبیعی از خواجگی دیقانی خداشون، از مال حالی که خداشون پرورش میکنن از همونها استعمال میکنن. همین به سلامتی فایده دارد؟ البته به سلامتی فایده دارد. آدمانی که بیشتر در کاوکاز و در داغستان دیگر جا زندگانی میکردن میگفتن که همین ترشک غولنگا خوریدگر و ارمی آدم دراز میکنن. من 2 سال است که در تاجیکستان در جهان این بیماری کووید آمدگی. می خدا به هزاران شکر. در دهه شما این بیماری هست؟ نیست. خدا به هزاران شکر به قد گرفته نشده است. همین سببش چی به فکر شما؟ سببش همین که آب تازه، دومش همین که غذای سالم. من رحیمه و استمای سال 5 است که در این بازار کار میکنم. با من این میوه ها، با من این خوراکی های سرغذایی برای مثال سلامتی ضرور بوده. این روغن زرد با سطل های کلان کلان در اندر، این غذاهای بهترین، غذای بلندترین برای آن غذای بلندتر دارد که وای گاوا در صحرا و گل و گیاهای مثال گپ تبابتی خورده این شیر و جرغات این روغن زرد استحصال میکنن. فکر منم همین خیلی که غذا بهترین باشد، سلامتی از همون غذا بوی باشد، امونیتت بلند باشد، به فکرم که از همون کسلی ها نقض میگذرد. مثلا من میخرم میوه و سبزوات. آن چیزی که در همینجا هست این همش غذای سالم است. آن چیزی که در پنجکند استحصال شده ای از کارتوشکای و سبزی و پیاز و کرم و دیگر اون چیزی که در پنجکند استحصال شدگی من میدانم که این غذای سالم است. این انا مثال این کبوتی و این میوه هایی که در نظرناگر به نظر می رسد لیکن در پنجکند استحصال شده اینا کمتر تاثیر کرده از خیمیکات ها. این میکرو الیمنت های و بعضی ویتامین هایی که در ترکیب این غذای سالم است میوه و سبزیجات خودمون
اینا همش برای بلند برداشتن مقاومت انسان با هر گونه ویروس‌ها. در شرایط خودی تاجیکستان و من در شرایط گویم که در شرایط شهر و دیهات پنجکن غذای سالم این غذایی که خودی ما تیار میکنیم، غذایی که دلپور است خانه همه ما میوه خوش کرده شده، میوه های تر و تازه که استحصال خودی مثلا باغ خودمان شهر و دیهات خودمان است، اساساً غذای سالم همون غذا است. با جای آنه که غذای ساخته خارجه ترکیب خدا میداند چی است، مثلا چون میکنن ناظر یک خوراک همین لپشی تیزپزک با نامهای گوناگون معمول است، مثلا مردم وای استعمال میکنن آبای صنعی که خوراک سالم نیست. خوراک سالم خوراک در همون باغ خودمون در چی میگه در نزد حوالی خودمون میکنیم، همه خوراک سالم این است. برای کرونا غذای سالم، غذای پرقوت و غذای ویتامین دار، این میوه سبزیجات تر و تازه که خودمون با هست، اصلا ما خودمون میدونیم دل ما پر است، غذای سالم همون است. قیاس کنید در همین تاجیکستان و شهرهای مملکت‌های مترقی فرق همین بیماری خدا به شکر ما نیست وزیر اکن نیست. اکو ابرقدرت‌های ببینید ابرقدرت‌ها چقدر است که هر روز گرفتار شوی فاف چقدر بسیار است. خدا به شکر ما نیست. من فکر میکنم که همین سببش است که سببش همین غذای سالم هم هست. میوه‌های و سبزیجات مویا از همین جا میبرن شهر کلام میبرن. یکمش دویمش که کسی که من گفتم کسی که در خودش با دست خودش پرورش میکنه در میوه سبزیجات در خودش میدوند. چهارگویی که همون شیر و جرقاتی که شما میگوید میتین و یا چی استعمال میکنه، چیزی که حیوان استعمال کرد و در شیرش در گوشتش در اونها میگذارد. خوراک سنی نمیخورد. نه خوراک سنی نمیخورد. بعد کوههای ما ببینید چقدر رستنی‌های شفابخش دارد. هم رستنی‌های شفابخش حتمی در با شیر و گوشت و جرقات و دهمنا هست البته. واقعا طور شما از این گزارش ما آگاهی پیدا نمودید. اگر مردم با غذای سالم با غذای طبیعی روی آورند، از خریداری و استعمال محصولات غذایی که شوپناک است همه طرفه پرهیز کنند، آنها می توانند برای کاهش دادن بیماری کرونا ویروس خود نیز مساعدت نمایند. زیرا از روی اطلاع مسئولین مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجکن تنها در 9 ماه سال 2021 در مجموع 87 نمونه محصولات گوناگون خوراکواری و مالهای گوناگون که مهلت استعمالشان گذشته بودند برای سلامتی خطرناک اعلام گردیدند. بنابراین پیشگیری هر بیماری از تبابت آن آسانتر و ارزانتر خواهد شد. با مقصد تجلیل روز تئاتر توجیک در کاخ فرهنگ شهرک گیالوکو چوربینی ادبی و فرهنگی تغییر گردید. همه سال 7 نوامبر در جمهوری تاجیکستان روز تئاتر توجیک تجلیل می شود. طبق سرچشمه‌های تاریخی بوری اول در همین روز سال 1929 تئاتر توجیک و فعالیت آغاز نمود. این تئاتر درامایی بود که بعدتر سال 1933 با آن نام ادیب ابوالقاسم لاهوتی گذاشته شد. با نام لاهوتی گذاشتن تئاتر نیز بی سبب نبود، زیرا سهم ابوالقاسم لاهوتی در تشکیل و تأسیس تئاتر توجیک بزرگ است. او اولین ادیبی بود که درامای شکسپیر را محض برای به صحنه گذاشتن به توجیک ترجمه کرده است. سال 1929 به تئاتر عنوان اکادمی می‌دهند. امروز باشد تئاتر توجیک خیلی پیشرفته است و در سرتاسر مملکت روز تئاتر را تجلیل می‌نمایند. به این مناسبت در قصر گیالوکوی شهر پنجکن نیز چوربینی فرهنگی برگزار گردید. در چوربینی از جانب کارمندان تئاتر شهر پنجکن صحنه‌چه‌ها و نمایش‌ها منظوری حاضرین گردانیده شد که از جانب تماشابینان خوب پذیرفته شد. همه ساله 7 نوامبر در تمام گوشه کنار تاجیکستان عزیزمان روز تئاتر تاجیک را با یک تنتنه ایدانه پیشواز میگیرند. من امروز هم تئاتر خلقی شهر پنجکن
با یک برنامه‌های بسیار تازه و گوناگون رنگ بهر تماشابینان یک برنامه خوب نشان دادند که از این بسیار یک تأثیری خوب گرفتیم. من یک بار دیگر از نام خودم، از نام بخش فرهنگ، تمام کارکنان تئاتر خلقی را با روز عیدشان، با روز تئاتر تاجیک تبریک نموده در زندگانی بهر آنها سلامتی، خوشبختی، کامیابی آرزومندم. روز تئاتر مبارک همدیاران عزیز. اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قید می نمایند تئاتر در مجموع فرهنگ در همه دور و زمان تجسمگری هویت ملی است. محض فرهنگ، زبان و عنعنه و سنت های نیک اصالت ملی را پایدار و استوار نگاه می دارد. واقعا همین تئاتر است که آینه هر یک ملت بوده و عرف و عنعنه و رسم های یک ملت را به جهانیان معرفی می نماید. باشد که تماشابین تئاتر تاجیک زیاد گردیده و صحنه‌چه ها در تئاتر تاجیکستان خیلی خوب به نمایش گذاشته شود تا آن تجسمگری رسم و آیین مردم تاجیک در جهان باشد. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاد تاشف و شاه حسین صالحوف. در خاتمه نشر اطلاعاتی پیغام با توجه شما اعلان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند برای اشغال منصب‌ها از طریق آزمون پیشکش می شود. اعلان: مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند برای اشغال منصب‌های زیرین آزمون اعلان می نماید. دستگاه رئیس شهر پنجکند، مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر پنجکند یک جای، معاش منصبی 1519 سامانی. مدیر بخش مالیه و خواجگی دستگاه رئیس شهر پنجکند یک جای، معاش منصبی 1246 سامانی. متخصص پیشبری شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر پنجکند یک جای، معاش منصبی 841 سامانی. متخصص پیشبری بخش مالیه و خواجگی دستگاه رئیس شهر پنجکند یک جای، معاش منصبی 841 سامانی. متخصص شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس شهر پنجکند یک جای، معاش منصبی 690 سامانی. واحدهای ساختاری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند: سرمتخصص شعبه کار با زنان و عائله یک جای، معاش منصبی 1131 سامانی. سرمتخصص شعبه اقتصاد و سودا یک جای، معاش منصبی 1131 سامانی. متخصص پیشبری بخش فرهنگ یک جای، معاش منصبی 841 سامانی. متخصص شعبه کار با زنان و عائله یک جای، معاش منصبی 690 سامانی. جماعت های دهات: سرمتخصص زمینساز جماعت دهات اماندره یک جای، معاش منصبی 1028 سامانی. سرمتخصص زمینساز جماعت دهات یاری یک جای، معاش منصبی 1028 سامانی. ناظر میز حربی جماعت دهات یاری یک جای، معاش منصبی 841 سامانی. سرمتخصص زمینساز جماعت دهات لایق شیرالی یک جای، معاش منصبی 1028 سامانی. سرمتخصص سرمحاسب جماعت دهات لایق شیرالی یک جای، معاش منصبی 1028 سامانی. سرمتخصص عاید به دین، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم جماعت دهات لایق شیرالی یک جای، معاش منصبی 1028 سامانی. متخصص انداز جماعت دهات لایق شیرالی یک جای، معاش منصبی 690 سامانی. متخصص پیشبر عاید به کشاورزی جماعت دهات لایق شیرالی یک جای، معاش منصبی 841 سامانی. سرمتخصص زمینساز جماعت دهات واره یک جای، معاش منصبی 1028 سامانی. متخصص پیشبر عاید به رشد اجتماعی و رابطه با جامعه جماعت دهات واره یک جای، معاش منصبی 841 سامانی. سرمتخصص زمینساز جماعت دهات رودکی یک جای، معاش منصبی 1028 سامانی. سرمتخصص سرمحاسب جماعت دهات شینگ یک جای، معاش منصبی 1028 سامانی.
سرمتخصص سرمحاسب جماعت دهاتی ماغیان 1 جای معاش منصبی 1028 سامانی. متخصص پیشبر عاید به کشاورزی جماعت دهاتی ماغیان 1 جای معاش منصبی 841 سامانی. سرمتخصص زمینساز جماعت دهاتی فراب 1 جای معاش منصبی 1028 سامانی. سرمتخصص سرمحاسب جماعت دهاتی کاسه‌تراش 1 جای معاش منصبی 1028 سامانی. متخصص پیشبر عاید به کشاورزی جماعت دهاتی کاسه‌تراش 1 جای معاش منصبی 841 سامانی. ناظر میز حربی جماعت دهاتی کاسه‌تراش 1 جای معاش منصبی 841 سامانی. متخصص انداز جماعت دهاتی کاسه‌تراش 1 جای معاش منصبی 690 سامانی. متخصص انداز جماعت دهاتی سوجینه 1 جای معاش منصبی 690 سامانی. متخصص پیشبر عاید به رشد اجتماعی و رابطه با جامعه جماعت دهاتی سوجینه 1 جای معاش منصبی 841 سامانی. سرمتخصص سرمحاسب جماعت دهاتی سرعزم 1 جای معاش منصبی 1028 سامانی. متخصص پیشبر عاید به کشاورزی جماعت دهاتی خرمی 1 جای معاش منصبی 841 سامانی. شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر. برای اشتراک در آزمون حجت‌های زیرین پیشنهاد کرده می شود. عریضه به عنوان راهبر مقامات دولتی، ورقه شخصی به حسابگیری کادرها با 2 دانه عکسی اندازش 4:6. ترجمه حال، نسخه حجت‌ها درباره تحصیلات، نسخه دفترچه مهنتی بغیر از حالت‌هایی که شخص سابقه مهنتی ندارد. معلوماتنامه عاید به وضع سلامتی در شکل 038. نسخه گواهنامه رقمی مشخص اندازه‌سپارنده. اعلامیه درباره درآمد و وضع مال و ملکی خود از ناظرات انداز. نسخه شناسنامه، نسخه بلیط حربی برای شخصانی که خدمت حربی را ادا نمودند. معلوماتنامه عاید نداشتن داغ سودی از شعبه وزارت کارهای داخلی. معلوماتنامه از جای زیست. طلبات تخصصی برای اشغال منصب مدیر شعبه. تحصیلات عالی کسبی اختصاصی به منصب اشغال شونده موافق که اجرای ثمرناک وظیفه‌های منصب مذکوری مأموری خدمت دولتی را تامین کرده می‌تواند. 3 سال سابقه خدمت دولتی یا 5 سال سابقه عمومی مهنتی، دانش و ملکه راهبری، اداره کنی به نقشه‌گیری روند کار و کار با تابعان، ملکه خوبی معاشرت با اهل جامعه از جمله مهارتی به راه ماندن همکاری هنگام تطبیق منفعت‌های دولتی، ملکه کار با کامپیوتر. طلبات تخصصی برای اشغال منصب‌های مدیر بخش. تحصیلات عالی کسبی اختصاصی به منصب اشغال شونده موافق که اجرای ثمرناک وظیفه‌های منصب مذکوری مأموری خدمت دولتی را تامین کرده می‌تواند. 3 سال سابقه خدمت دولتی یا 4 سال سابقه عمومی مهنتی، دانش و ملکه راهبری، اداره کنی به نقشه‌گیری روند کار و کار با تابعان، ملکه خوبی معاشرت با اهل جامعه از جمله مهارتی به راه ماندن همکاری هنگام تطبیق منفعت‌های دولتی، ملکه کار با کامپیوتر. طلبات تخصصی برای اشغال منصب‌های سرمتخصص. تحصیلات عالی کسبی اختصاصی به منصب اشغال شونده موافق که اجرای ثمرناک وظیفه‌های منصب مذکوری مأموری خدمت دولتی را تامین کرده می‌تواند. 2 سال سابقه خدمتی دولتی یا 3 سال سابقه عمومی مهنتی، ملکه خوبی معاشرت با اهل جامعه از جمله مهارتی به راه ماندن همکاری هنگام تطبیق منفعت‌های دولتی، ملکه کار با کامپیوتر. طلبات‌های تخصصی برای اشغال منصب متخصص پیشبر و ناظر میز حربی. تحصیلات عالی کسبی اختصاصی به منصب اشغال شونده موافق که اجرای ثمرناک وظیفه‌های منصب مذکوری مأموری خدمت دولتی را تامین کرده می‌تواند. ملکه کار با کامپیوتر. طلبات تخصصی برای اشغال منصب متخصص. تحصیلات عالی یا میانه کسبی که اجرای ثمرناک وظیفه‌های منصب مذکوری مأموری خدمت دولتی را تامین کرده می‌تواند. ملکه کار با کامپیوتر.
سراغه قبول حجت ها شهری پنجکند خیابان رودکی 122 مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر آشیانه 2 شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهری پنجکند. تلفن برای معلومات های بیشتر 5 53 52 5 72 25 93 941 22 22. رقم ها را تکرار میکنم 5 53 52 5 72 25 93 941 22 22. مهلت قبول حجت ها در دوام 21 روز پس از نشر اعلام. شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه رئیس شهر. تماشابینان عزیز، این بود اون همه خبر و رویدادهایی که تا این دم دسترسی ما گردید و ما منظور شما نمودیم. تا برنامه‌های دیگر خیر.